دویم سوال اینه که مسئله قرض بانک ربا با یک همشهری خودم وقتی کم در بحث کردیم و گفت مادرم کسال هیچ کی به ما پول نمیتیاد من مجبور از بانک میگیرم. من گفتم این برای خدای و رسول که جنگ اعلان کرده یا که من این همه چیکار کنم میگه چیکار کنم مادرم کسال مراد میگه چیکار کنم میگه. من گفتم این سوالاتو من عاجز جواب داده نمیتونم همین سوال میتونم داملا گفتم. اینا بعضی آدمای سبکگیر اصلا شما مادرتان بیمار شود و شما هیچ کس قرض ندهد این یک معنای بدش همین که شما چیکار کرده تا امروزه که عقل در بین خویش و تبار و یار و دوست همین قدر آبرو ندارید که قرض دهید مردم. این به اول برای خودتان گریه کنید. شما برای مادرتان نیکی کردنی باشید. شما یک آدمی باشید که آدما در همین خیل حالتی تنگتان شما امانتتان رو باور کنند. یکی از سبب آدما نمیدادگیش باور نمیکند که آدم گشته میتید. یعنی آدم از خودش امانت نشان دادگی نیست. من یک آدم میدانم پولداری کلان نیست تو لیکن بسیار آدمی خداترس و با تقوا هست. اگر رفته یگان پولدار به یگان جا خیر کردن نکرد گفت گپی همین آدم رد نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه امانت این آدم و مردم باوری دارد و این آدم از پولدارها دیده برای اسلام و برای مسلمان ها کاری خیری بسیار کردگی است. خودش پول ندارد پولی کلان لیکن گپش میگذرد. برای همین گپ گذاشتن و چقدر مهنت کردگی است. برای باوری مردم حاصل کردن و چقدر عبادت کردگی است. این یکم مسئله اینش نظر کنید. دوم مسئله اگر در صورتی هیچ کس نیابد که به او قرض دهد از بانک گرفتن بعضی علمای بسیار یعنی که همه چیز حلال میگفتگی ها هیان سبوک گیرنده ها اما ها فتوا دادگی هم گیر گفته در حالتی ضرورت. لیکن بعضی آدم ها نگیر میگن. به قدر امکان تبابت کن مهنت کن کوشش کن. اگر در تقدیرش عمرش زیاد باشد میماند وفات کند گناهکار نمیشی میگن. لیکن از به قدر امکان کوشش میکنم باید دیگر خواهر و برادرها عمک تقا خاله همین ها باید دستگیری کنند در همین خیر روزها و اصلا تبابت ها باید از جانب امیر مسلمان ها باشد. خاصتا به این آدمایی که پول ندارد باید تبابت بی پول باشد. اصلا از نگاه شریعت از سوال که شریعتی هست جوابش هم باید شریعتی. از نگاه شریعت یک آدم برای تبابت کردن پول ندارد کی میکنه؟ امیر مسلمان ها میکنه. پولش دولت میتید. همین خیلی باید باشه.